سرخط مهمترین خبرها: رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه و همراهانش آزاد شدند. نمایندگان تاجیکستان به نشست شورای حقوق انسانی سازمان ملل رفتند و شرکت نظامیان تاجیک در مشق‌های سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 18 سپتامبر سال 2025 است. منبع‌های باوربخش رادیوی آزادی گفتند که اسمت الله عبدالله زاده رئیس پیشین فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه، اصل‌الدین ملک زاده معاون پیشین او در فرودگاه، مهرالدین دولتوف رهبر پیشین تأمیناتی فرودگاه و تقی‌مراد جورزاده سرمحاسب سابق فرودگاه روز 17 سپتامبر با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سامانه از بازداشت رها شدند. یک منبع که با دلایل امنیتی خاص نام و وظیفه‌اش نشر نشود گفت چاره پیشگیری از حبس در نسبت به آنها تغییر کرده است، ولی پروندهشان قطع نشده است و آنها وعده دادند که بیش از 700 میلیون سامانه دیگر را می‌پردازند. او گفت که آنها 4 ماه و 17 شبانه روز در بازداشت بودند. شام 17 سپتامبر نزد منزل عبدالله زاده در دوشنبه ماشین‌های زیاد ایستاده بودند و مهمانان زیاد برای شادباش و تبریک به اینجا آمدند. چندی از آنها نیز آزادی او را تصدیق کردند. اسمت الله عبدالله زاده رئیس سابق فرودگاه دوشنبه 4 ماه پیش با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانه بازداشت شده بود. هنوز مقامات تاجیکستان درباره جبران زیان و آزادی شرطی این افراد خبر ندادند، ولی آزاد شدن آنها که در تاریخ جنایت‌های کشور شاید عظیم‌ترین حالت با کروپسیا بازداشت شدن یک مقام نزدیک به حکومت باشد، سوال و پرسش‌های زیادی به میان می‌آورد. اسمت الله عبدالله زاده 2 می امسال از مقامش برکنار و دستگیر شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان آن روز نوشت عبدالله زاده و معاونان او در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. ماه آگوست سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیا در نشست خبری نیم ساله نهادش گفت عبدالله زاده و چند زیردست سابقش به تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانه یا معادل بیش از 100 میلیون دلار متهم شدند. تاجیکستان یک هیئت را برای شرکت در اجلاس 60 شورای حقوق انسانی سازمان ملل به شهر ژنو شویتزر فرستاده است. بر اساس امر پرزیدنت امامعلی رحمان، یوسف رحمان دبیر شورای امنیت، ظریف علیزاده یاور رئیس جمهور در مسائل حقوق انسان، 2 معاون وزیر کارهای داخلی، نمایندگان دادگاه عالی و دادستانی از نام تاجیکستان در جلسه های شورای حقوق انسانی سازمان ملل شرکت می‌کنند. رئیس جمهور دستور داده است که مبلغ سفری نمایندگان تاجیکستان از حساب بودجه کشور پرداخت کرده شود. جلسه های پوشیده اجلاس 60 شورای حقوق انسانی سازمان ملل از 17 تا 23 سپتامبر در شهر ژنو برگزار می‌شوند. حامیان حقوق از جمله سازمان ملل حکومت تاجیکستان را برای نقض آزادی‌های شهروندان بارها تنقید کردند. فعلا معلوم نیست که نمایندگان تاجیکستان این بار در جلسه‌های شورای حقوق انسان در کدام موضوع برآمد می‌کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مقامات رسمی و دانشمندان خواسته است که سرشماری چندی از جانورهای نادر از جمله ببر برفی، مارخور و میش کوهی و یا ارخه را از نو دقیق کرده به حکومت گزارش بدهند. او هنگام سخنرانی در روز 17 سپتامبر و در حضور کارمندان کمیته حفظ محیط زیست گفت در تاجیکستان در 10 سال اخیر سرشماری حیوانات نادر از جمله مارخور از 1900 به 6000 سر، مارکوپولو از 20000 به 29000 و ببر برفی از 350 به 500 سر افزایش یافته است. این جانوران نادر یک 10 سال پیش در ورطه نابودی قرار داشتند و با مساعدت سازمان‌های بین‌المللی و تلاش‌های آنها برای جلوگیری از شکار غیرقانونی به تدریج بیشتر شدند. مارخور از نادرترین و گرانترین جانور شکاری در تاجیکستان است که برای شکار یکسری آن 40000 دلار آمریکایی پرداخت می‌شود. حکومت تاجیکستان با تصویب سند موسم شکار تیرماهی در تاجیکستان را از 1 سپتامبر اعلام کرد. امسال برای شکار 20 سر مارخور، 132 گوسفند کوهی ارخر یا مارکوپولو، 18 گوسفند بخارایی و 10 خرس ناخن سفید اجازه داده شده است. طبق بعضی گزارش‌ها شکار این جانوران نادر و درآمد آن از طرف افراد بلندپایه در حکومت نظارت می‌شود. در قرقیزستان روز 17 سپتامبر مشق‌های نظامی نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی با نام روبیج 2025 شروع شد. دفتر مطبوعاتی این سازمان گفته است که مشق‌ها در مرکز تمرینی نزد استقلال برپا شده. روایت آن مبارزه با گروه‌های مسلح به خاک کشورهای
کشورهای عضو وارد شده می باشد. در این مشق‌ها واحدهای نظامی قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و هم گروه‌های حربی ستاد مشترک و کاتبات سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی اشتراک می‌کنند. در خبر اینترفکس آمده است که شمار اساسی نظامیان اشتراکدار مشق‌ها را حربیان پایگاه 201 روسیه تشکیل می‌دهند که در خاک تاجیکستان جایگیر شدند. در مشق‌ها 1200 نفر و 500 عدد تکنیک حربی از جمله تکنیک مخصوص هواپیماها و چرخبال‌ها استفاده می‌شوند. سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی یک سازمان حربی منطقه‌ای است که سال 1992 با اشتراک جمهوری‌های پیشین شوروی تأسیس شد، ولی در سال‌های بعدی از عضویت آن چندین کشور از جمله ازبکستان و گرجستان بیرون شدند. اتحاد اروپا در سالهای اخیر همکاری‌های اقتصادیش را با کشورهای آسیای مرکزی جدی‌تر کرد و می‌خواهد به معدن و ذخیره‌های سرشار طبیعی و کمتر دستخورده منطقه دست یابد. آیا چین و روسیه، دو قدرت پرنفوذ در آسیای مرکزی، به این هدف‌های اتحاد اروپا مانع می‌شوند؟ رهبران اتحاد اروپا که تا این دم کشورهای آسیای مرکزی را برای دموکراتی‌های نیمبند و نقض حقوق انسان انتقاد می‌کردند، اکنون از این موردها چشم پوشی می‌کنند. همکارم ارشاد سلیمانی این و دیگر سوال‌ها را با رهبر هیئت پارلمانی اتحاد اروپا برای همکاری‌ها با آسیای مرکزی خانم گیوسی پرینسی در میان گذاشت. پاره از این صحبت را با هم ببینیم. اتحاد اروپا در سالهای اخیر همکاری اقتصادیش را با کشورهای آسیای مرکزی در سطح شریکی استراتژی آغاز کرد. میشد بگید که تا این جای کار شما تا کجا موفق بودید؟ آیا به سطح شریکی استراتژی رسیدید و آیا میرسید؟ البته از نتیجه های گسترده نمودن همکاری ها خیلی خرسند هستیم. طوری گفتم من تنها از آغاز امسال به این هیئت شامل شدم. البته در مورد 11 ملاقات قبلی و سازشنامه هایی که به امضا رسیدند همه آنها را مطالعه نمودم. با همه 5 کشور آسیای مرکزی تمرکز اساسی به تامین حاکمیت قانون، دموکراتی کردن، اینچنین به اصطلاح بنیاد یک پول که توسط این پول ما بتوانیم به انگیزه دهنده های اساسی رعایت حاکمیت قانون و رعایت حقوق انسان بسیارتر توجه میکنیم. در این سمت ما کارها را وسعت میبخشیم. ماه ایول سال جاری سازشنامه درباره شریکی استراتژی به امضا رسید. البته همکاری اقتصادی با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی وسیع‌تر خواهد شد. ما با این کشورها مناسبات خیلی قوی داریم. البته در بابت تاریخ بسیار هزار ساله منطقه از جمله کشور شما ما تاثیرات زیادی حاصل کردیم. امکان داشتیم که با آثارخانه ملی برویم و با تمدن غنی و تاریخ با شهامت مردم تاجیک شناسایی پیدا کردیم. معلوم است که هیچ گونه همکاری بدون مشکلات نیست. از نظر شما چه مشکلات عمده در راه همکاری بسیار خوب شما و کشورهای آسیای مرکزی موجود است و آیا قدرت‌های صاحب نفوذ مثل چین و روسیه که در اینجا در همه گونه باشه حضور دارند به شما مانع‌گذاری نمی‌کنند؟ مناسبت میان روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی در سطح است که تا حال این دو کشور برای همه جمهوری‌های آسیای مرکزی شریکانی اساسی به حساب می‌روند. من نمی‌توانم بگویم که آیا آنها می‌توانند به شریکی ما خلل رسانند. در این باره ما معلومات کافی نداریم. آنچه را که ما مشاهده می‌کنیم این است که ممالک آسیای مرکزی دیدگاه‌های بی‌طرفانه دارند، خصوصا اگر اختلاف‌های در زمینه رعایت حقوق بشر باشد. ما در جریانیم که در کشور شما اصلاحات قانونگذاری راه اندازی شده است، از جمله در مورد خشونت خانوادگی، احترام بیشتر به حقوق انسان و عهده‌داری‌هایی که ما داریم. مشاهده‌هایی که ما داریم بیانگر آن است که کشور در سمت درست حرکت کرده ایستاده است. دیدارهایی که ما داشتیم با نمایندگان حکومت تاجیکستان و کمیته‌های بین پارلمانی نشان دهنده پرقوت نمودن همکاری میباشد و در این جهت جانب تاجیکستان اصلاحات مشخصی را میگذراند. برای ما باعث خوشنودی است که شاهد این گونه وسیع‌تر گشتن همکاری میباشیم. بینندگان عزیز، شکل کامل مصاحبه با رهبر هیئت پارلمانی اتحاد اروپا به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شود. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 سپتامبر را فرا می‌گیرد. با
یک قرار حکومت تاجیکستان از 18 سپتامبر سال 2002 در 230 گکتار زمین ناحیه‌های حصار و رودکی فرودگاه نظامی تأسیس شد که بعداً نام فرودگاه عینی را گرفت. این قرار یک سال بعد از شروع عملیات ضد تروریستی ایالات متحده در افغانستان قبول شد. تاجیکستان نیز در قطار ده‌ها همپیمان آمریکا به این عملیات پیوست. تاجیکستان برای نظامیان ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم بیشتر چون کشوری ترانزیتی و لوجستیکی مساعدت کرده است. 18 سپتامبر سال 2017 در تاجیکستان درباره قبول ترتیب نو مراسم عزاداری و تعزیه خبر دادند که به قول مقامات مطابق به مذهب حنفی تهیه شده است. موافق این ترتیب در مراسم دفن داد گفتن، نحوه کشیدن، خاک به سر کردن، فیغان برداشتن، موکنی و روکنی کردن و آوازخوان آوردن منع شد. دستور نو مقامات مورد تنقید زیاد قرار گرفت. مقامات در تاجیکستان اعلام کردند که در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 41 نفر کشته شده است. مقامات نگفتند که چند نفر آنها نظامی و غیر نظامی هستند. مقامات قرقیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. بهار سال 2021 هم در یک زد و خورد بی سابقه در مرز بین دو کشور 10 نفر قربان شد. حل ناشده ماندن مقام قلمروهای بحثی مرزی یک سبب اساسی تا به این حال رسیدن مناسبت ها گفته می شود. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 112.113 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 940 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 18 سپتامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.